لالا سوال ما این بود چه رقم خانومایی از نگاه خودت کنسل برای ازدواج؟ کنسل اون خانومایی که عشق اخلاق بچگانه داره و تو گنگستری و نمیفهمم آین پرست و همین طرح کنسل دیگه هم تو یا که همین تو فاز غربی داشته باشه تو خب برای ما پرزنتش هم تو کنسل. خب خیلی عالی. خب غیر از او خودت دوست داری مثلا خانومت از کجا باشه، از وطن باشه یا از اروپا باشه مشکل نیست؟ این وطن و اینجا خب مشکل خود نیست دیگه، هر جای انسان هم بوده یک رویه میتونه بزرگ شود دیگه. از وطن باشه خب بهتر است، ولی اروپا هم خانمو یک انسانه دیگه. بله. چی سختیایی داره مثلا با خانم وطن یا خانم خارجی ازدواج کنی؟ چی سختی‌ها و خوبی‌ها و بدیهایی دارن؟ سختی خونه کسی که در غرب کلان شده باشه اون کلتور اینجا را بال میکنه دیگه، کسی که در وطن باشه اون یک کمی از کلتورهای خود ما بیشتر داره. بله. پس یعنی خودت به شخصا دیگه خانومت از وطن میاری بخیر؟ از وطن بیار ما همون گبی همون ننه بابا این خوش کده باشه بهتره. بله. غیر از او کدام گفتنی اگه داشته باشی این دفعه برای خانومای عزیز، برای خانمای عزیز همی که یک نفر که هستید همی تو قایم بگیرید انشالله که همیشه با هم دیگه در هدفهای خود برسین دیگه. تو گفتنی خاص خود نداریم دیگه. خیلی عالی. اجازه داره ما ویدیو شما رو در سوشل میدیا بانیم؟ بله آقا چرا که نه. تشکر آقا مرتضی.